الماس جان نه تو نموترا مقصد که طرفداری میکنیم تو میشه پیشوای میلاد نه خدا تو شما میشه دقیقا پیشوای میلاد نه الماس جان ما مقصد که تو سیاستمدار تو برو اومده بالا اکران امروز دیفو کرده است تو باید بفهمی نگاه که تو میشه پیمان نمیگم که نه مطرف ما میشیم منصبدارو تو پیشو تو ما در باور میکنی ما را در سر وظیفه میمونیم ما میرم زینا میکنم ما میرم ظلم با خلق میکنم با میلاد میکنم ملت خلق مقصد که دیده استن چون که کی ظلمه کی ظلم است مقصد تو وقتی که باور میکنی با ما نه که تو عمل ما را نمیدونی که ما چی عملو داریم ما چی خدمت برای وطن کردیم برادر برای عزیز ملت وقتی من ندونم که زیر دستی من چی کار میکنه مرگ به حالی من که من بگم که رئیس یک کلخوزم یا که رئیس ناحیه‌ام یا که رئیس ولایتم یا که رئیس جمهورم باید من شما را پنج پنجه اوره بدونم که شما چی کارها میکنی بعد من در دیگه نه این گپی ترم جان داره و نه که باید همین مردم هم براین خطاب بکنن به همون رئیس ها نمیدونم به کار کردیم از جون کار کردگی ما چیزی که حقیقت کو باید بگیم هممون مردانیم فردا روز قیامت در نزد الله میخزیم هر یک کداممون در دروغمون سوال و جواب میتیم در راستمون مقصد المجموع ما سیستم اینا تو خودت چند قبضی نبودی دیگه گروهات بدن نبودن آدم تا در درون داخل تاجیکستان نباشد در درون داخل تاجیکستان نگرده نبینه زندگی و کار و بار حکومت مثل دولتداری را نمیفهمه مقصد ما که در بازار گیپرازیم ایستادگی بودیم اومد یک ماشین ایستاد یک جیپی لکسوس گفت که ما یک آدم در کوره دو آدم در کوره کی گپ زنه کی گپ زنه ما خواستم برام گفتم که ما بفهم که دردی چیه شیشتم پایان کاروان ایکات پایان کاروان رفتیم یک اوجی یک آدمی که مقصد خدا ترس ایماندار یک زمین خریده خونه کده ما را برده میگه که تنمی خودش دور ایستاده میگه که تو میره میگوی که مرا خسر بچه کی روی که جناب اولی سفر و فخردین والله بیلا تعالات میگم ما گفتم چیکار کن در کار که کوال همه گیری در عقب ماشینش کوال گفت که کوال همه گیری زبوره که کده چپا میکنی در اوجی اومد در پیش میگریه مردک بویا نه که در پیش ما یکم بغل رابو چی گریه کرد گفت بچه جون ما گفت مقصد که سوداگرم ما مهنت میکنم گفت ما بواری ندارم که همین ودم میه میزنه میبروریمش یا نرکا کولری کی نمی سوم دوره نمی وظیفه دوره و مقاماتای ما دستگیریش میکن نه نوبی جیانی جنوب نه نوم یگان کس مقصد که خونه امورا باید بنامی زوری بگیرن امروزا کو الماس اینوبی جنوبی اولی از نوم اویله جنوبی اولی بسیار کارو عمل میشوه نه که در حقیقتا و درک ندارن از این کارو ما الماس جان ما در تاجیکستان در همه ساحه گشتم در همه ساحه زندان بیمارخانه تمام نقطه ساختار و قدرت داده ما برای حق و حقوق شهروندی خودم برای دانستن خودم ما در درون داخل وطنم در همه ساحه گشتم برای خدمت شخصا برای خدمت دیدم که پگه در یک جا بتونم یک جا صحبت کرده یک دلیل آورده یک کس دکزت کرده مقصد که الماس جان در مواد مخدری که میگویم مواد مخدر ایما میقپه 3 کیلو الماس ایما 3 کیلو میقپه 3 کیلو ما را میگیره دلا چی میکنه نه که ایما 3 کیلو ما بو میگیره باریگا دورا ملیسا میگیره باریگاش همه تا باریگاش با در هم محله همین کار سودا کسه اما مواد واینی مدافعه امنیت ملی خدمون مواد مخدر اجازت میته سومالی مرا ماکین کاپیتان کورکاگه در غرب داره در شوروبو در پنج در همدانی اگر ما دروغ بگم والله بیلا تعالی قسم با کتاب مقدسات که چیزی را بعد چشم ما 21 33 خدمت کردیم ما چیزی را که بعد چشم دیدگیم که مقصد که امین نچالنیکو چخل فرمان میتن قوبچه چخل مدرویا مقصد امیر جنوب ولی بدون او را البیزت نمیگیره نکازت میکنه سودش میکنه یعنی نچالنیکی زاستا و حق داره برادر عزیز باید ما گفتی خودت که ما حقیقت برویم بگیم انا الماس جون وقتی من میتونم وقتی که خودت میبروی میگوی که مثال یک نفر سوء استفاده نومی نبیره رحمانوف میکنه ما اینجا پشتی رحمانوف نمیگیرم واقعا باید نه کلمه ها گفته بشه که رحمانوف گریبان اون نفری که سوء استفاده نومی نبیره و بچه رحمانوف میکنه او را بگیره که نشود تاجیکستان
الماس اینا شما ای دور میشینین صحبت میکنین گپ میزنین من میفهمم درد شما را کوربور شما را نه که الماس اینا ما در داخل تاجیکستان ما را امنیت برده شکستگی کورهای داخلی بردگی شکستگی ما چی صبح که مردم میبینیم یک کمبغل یا ظلم یا گپ ما میخزم میزنن ما را میبرن میزنن میکشن یک از دفاع نمیکنه امروز ای بی خدمونه بعد صدای ما نمیره و با ایلا صدای ما را محکم کاگی انمی منصبدارو برای که عقیبا یا ترای یا نمیمونن کی با این ولادیمیر پوتین میتونه قطعی شهرونداش آزاد صحبت کنه ما نمیتونیم این کارا کده برای که ما را همین منصبدارو نمیمونن ما با جنوب یولی خدمت صحبت کنیم ما دارم از شکایت دلیل دارم حجت دارم ما گفتم الماس ما کار کردم مرا پدرم حکومتیه ما کار کردم ما چیزی را که دیدگی ما دلیل دارم نه که صدای ما بانوها نمیره و الماس چون که منصبداری ما عقبشون ترن نمیمونن تر قطعی و گپ زن ما همین کار خواستم آشکار کنم ما در وقتی که سالدات بدم ما مقصد که چیزی را که دیدم در ماشینی که پروداکت همیا بچه است در انا ماشین ششاف قبچه بر میکنه سالدات برش میکنه میگه پا میگم و چت میگم میگه کی ای بانشا بخشش میگه پا و چت میگم کی آواز زد میبرویا یعنی درون ایا بار گفتی تمام که برادر عزیز همین بار که ما را زنکارم گوش میکنن خواهش میکنم همون گپای تحقیر داشتم پروستا کی الماس جان ما طرز گپ زنی ما که شما چی خیلی گپ میزنید پروستا کی الماس من نگاه میکنم تو میگی که نواسای نبیروی اون نارکوتیک کاریلا ما از جانا باشم که اون نواسای ما زدگی ای نارکوتیک ایترا تمہارا پراوی نبفهم الماس این گپت خطای با میگم که من تا باور داشتم گوشت میکردم نه که الماس وقتی که تو از مثال که حقا که وقتی نمیگویی که ما میبرم تو در مثال میگم که برادر تو نمیجه در ناحقی باید تو قبول کنی چون که تو چیزی را که ندیده اگر برادر عزیز من عموم گفته شدم که همه چی به زیر دستی همه حکمتدارا میگذره و دستی همه حکمتدار بگیم لوبای گنرال اینمی پینوینگی نویره رحمانوف میترسه لوبایش بغاز رستم لوبای گنرالی که در تاجیکستان هسته همین پینگوین میرود پیشش نمی اسماعیل ایکو میرود باید دو که چلیکش چخ میسته باور میکنی اینو نیپری کس نوینیان اینو بگیم که گپشون لیزوای لوبایش هم میگه که این همین کار باید بشوه میشوه این چیز هست من فقط عمومی میگم برادر عزیز اینجا خودت درستی من خودت قبول دارم که مثال میگو که بگم که پینوین گناهگار نیسته بگم که آدما سوء استفاده اینومی اونها میکنن منم همین مقصد همین برنامه‌های ما همینه که مردم برای بگه که برادر عزیز الماس تو همینجا دروغ گفته شدی همین سوء استفاده کرده شده این فلان انسان اینومی فلان انسان استفاده کرد این همین کارا کرد این انا بعد اینا مردم قضاوت میکنه برادر عزیز من مثال یگان سود آن نیستم یگان بین الملل نیستم من یک شهروند عادیم پروست همین برنامه تشکیل کردم میخوام که مردم فکر نظرش بگن حکومتی‌ها بفهمن که چیکارها کرده شدن امروز دارن مردم صدا بلند میکنه ما مقصد ناراضگی بیان داریم اگر همین حکومت با مردم جای کار میداد نمیدونم لوبای کار هم میکرده اگر این کارها را میکرد اگر نارکوتیک هم میفروخت دیگه بگیم بچه ملت نمیتافت برای که بگیم من زندگیم خوب باشه سوی داشته باشم جای کار باشه معاش خوب بگیرم پدر مادرم پنسیه خوب بگیرن نبرات کسی که زیدی حکومت گپ میزنه من زبانش میبرم صورتی که حکومت این کارو را نمیکنه بعد ما میبریم میگیم یگان چی ما اکستریمیست نو تروریست برادر عزیز این بگیم که در نمیاد ما خیلی گپ میزنیم نمو برنامه میشود تو میگوی که امو میشنون امو بشنون سر اونو مقصد یا چورا میبینن نمیشنون برادر عزیز راستا رحمانوف تیک تاک داره برادر عزیز رحمانوف لبای سایت اجتماعی داره من اوورینی هستم که رحمانوف حاضر در این برنامه شدگی ما را تماشا داره باور کرد رحمانوف تحقیرآمیز برادر عزیز یک مهاجری که میبروه یک تحقیرآمیز یک بگه همین اولاد ما را فلان کردن در کاری که همین دو سنپل بیاون مر هم درجدنی میکنن یک چیز دیگر هم همین گپ ایگیجو به رحمانوف رفته یک گپ تحقیرآمیزی یک گپ نمیشیدنی
در گوش رحمانوف رفته رسیده. ما در اینجا کمبودیای رحمانوف داریم میگیم که رحمانوف مردم از سوید بته، این قانون درست نیست، قانون یا طرفت مثال بگیم که همین چیزا رو ما میگیم. رحمانوف من مطمئنم که رحمانوف ما رو داره تماشا میکنه. اگر رحمانوف تماشا نمیکرد، اگر رحمانوف من تماشا نمیکرد، رحمانوف بگیم ما رو نمیدید، اکای من 7 سال دیگه زیاد نمیکردن حکم شد. بگیم که مادری مرا دمشنی ارست نمیکردن که خونه بیرون برومده نمیتونه. زنگ زدن به من یه طرف بسته. باید خیلیش طرفدارای حکومت همینجا میبرن ایت با مادر تا یگان سوم روی میکنی. مادری من همه شاتوش محکم کرده گیان. 50 دیرم ایگانجا با مادری من نمیچکه. چه من کمک بکنم؟ میبرن با گپ میزنن. و همین خاطر همین کمبودیای حکومت داره ما میگیم. من اگر گناهکارم منوف در نزد قانونی تا اگر من گناهکارم، مادری من چی گناه داره؟ یا که برادری من چی گناه داره؟ یا که بگیم که خش تباری من چی گناه داره که من یگان چی بگم زیدی تو مرده که تو پسال داری در اروپا، بگیم در گرمانیا، من در یگان جا دیگه بجا نیستم، من در گرمانیا، تو پسال داری، تو حکومتی، تو رابطه داری بین اینو، میگوی که همین دلیل ها پیشنهاد میکنی، میگوی این بچه دزدای نمیدونم تجاوز کرده کده میره، فکت ها و دلیل ها را میاری میتی اینو نه ایمن میترسن نه هر کسی دیگه، همین تا میگیرم بسم الله میگن رحمانوف بگیرش. یگان وقتی که من میام در کذب میکنم که رحمانوف یک خائن دیکتاتور اینا مثال همین خیلی بعد من اینو بگم پناهندگی میتیم برادر عزیز، میگن نمیجا تو مثلی زندگی میکنی در پات خور نمیزنن. انا رحمانوف حق داره که مثال در کذب بکنه که من خائنم، من چیکار کردم؟ من تنها در برنامه اشوروف برآمدم گفتم که من در 13000 تومان یک پاسپورت خریدم. شما چون پاسپورت من ندادی، شما غیر قانونی کار میکنه، برای این همین گپ من بردن دیلا کردین که من طلب حق خدمت که پاسپورت من تا حال بگم در ناحیه‌مون در دستی هم نچنی گالون روزش تا حاضر ایستادگی. مثال من پاسپورت من اگر میداده من در یک گارانتی آدم در اونجا موندگی بودم که من در اگه خوبه بیا من برم در روسیه قفای کارم بشم، اینو نگذاشتم. وقتی که آدم بگیم که کشتارو چه محکم میکنی یا میمره یا میخیزه میزنه میگریزه میبروه میره همین دیگه. این همین خشید واقعی ما. برادر عزیز یا جهان تشکر، انشاءالله که همین خلکی خودت اگر بروین 2-3 دقیقه صحبت بکنن بگن که مثال اینجا دا بگیم سوء استفاده دارن. عدالت وجود نداره در تاجیکستان. الماز میگوی تیک تاک داره خدمت تماشا داره اخیرا سخن ما بگم با پیشوای ملتون. اینا جنابی علی محترم، عدالت در تاجیکستان اقلاً نیم سانتیمتر وجود ندارد. یگان حکومت دولت برای ملت و برای شهروندای همین وطن عزیزمون خدمت نمیکند. این عدالت در تاجیکستان تماما وجود ندارد. یگان کس برای ملت خدمت نکرده است. ملت خودش محلش از سنگ ریخته، اسفالت کسته، ملت خودش استالبا خریده است، سویتاوای ملت خودش کوچه‌ش خودش آباد کرده است. از حکومت برای خلق یگان فایده نیست، همه برای نفس خودش کار میکنه. ملت خور ذلیل گشته در همه جای دنیا. بگذار جناب علی بشنوه گیجای در ناحقی را باید دروش بگیم. الماز جان ناحقی را باید دروش بگیم، نه که چل بگیم. من میخوام گپ بزنم الماز، تا وقتی در دنیا هستم، تا وقتی جانم در بدن من هیچگاه از حق فقط طرف حقم نمیتونم بکشنم. حق تو میگویی که بیاین رفتیم. الماز جان ما در تاجیکستان بیا رفتیم، نه که گیجا میره الماز جان یگان کسای پشت نمیخیزه، نه پروست میره 25-30 سال میشینی خوین 25-30 سال میشین. اگه تو خوین نیستی برادر، تو حق تو حقوق خودی شهروندی خودت طلب داری، لیکن تو خوینی 25 سال رفتی با انمی ملت میخیزد میگه که تو تروریست بود. یک گوش که قطعی وای گاب نزد که یا تروریست بود یک حرام بود برفت. اینا برادر جان این ای بله برای همین برادر چی گپی گفتیم بلند پس بخشش
بگذار صدامون رو بشنم. سلام علیکم. زنده باشی. سلام علیکم.